شام امروز بخشیده به روز وحدت ملی در باغ فرهنگی فراغتی شهر خوروغ کنسرت با شکوه استادان صنعت و هنرمندان جوان و محبوب کشور برگزار گردید. هزارها نفر ساکنان شهر که از حضور هنرمندان محبوب مملکت شادی و نشاطشان حد و کنار نبود، برگزاری چنین برنامه با شکوه فرهنگی را نشانه پایداری صلح و ثبات ارزیابی کردند. با گفتی ساکنان شهر خوروغ، آنها کیها باز برگزاری برنامه‌های با شکوه هنری را انتظار بودند و اینک این آرزوی آنها عملی گردید و در فضای ترانه صلح و وحدت خرسندی می‌کردند. برنامه کنسرتی که فراگیر سرود و ترانه‌های دلاشوب بود، باری دیگر در این شام زیبا کل مردم خوروغ را به هم آورد و از خرد تا بزرگ به تشکیل کنندگان این چاره‌بینی با شکوه عرض سپاس و قدردانی نمودند. گفته می شود که دایر کردن چنین چاره‌بینی ها در متحدی مردم و پیش از همه در روحیه خودشناسی و وطندوستی تربیت نمودن نسل نورس نقش بارز داشته، آن می تواند نشانه دوستی و رفاقت ساکنان باشد. با توجه به این، حکومت جمهوری تاجیکستان تامین زندگی شایسته را هدف اساسی خود قرار داده است و در همین زمینه برای تشکل حیات معنوی مردم نقشه‌های نو را عملی می‌نماید. در چاره‌بینی بیش از 10,000 ساکنان اشتراک نموده از هنر والای استادان صنعت و هنرمندان جوان مملکت بهره‌ور شدند. برگزاری این کنسرت با شکوه که در عرفه جشن وحدت ملی راست آمد، بار دیگر اتحاد و سرجمعی مردم مملکت را ثابت نمود. با گفتی اشتراکداران، در این شام ترنم استقلال، وحدت و زیر ترانه‌های دلاشوب خرسندی نمودن مردم ثمر است از همبستگی و اتحاد مردم تاجیکستان. عبدالوهاب عبدالستار، بهادری قربان، خوروغ، اخبار.